به نام خداوند یکتا و بخشاینده، سلام و درود نثار شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم همه تان خوب و صحتمند و سرحال باشید. دوستان عزیز، امروز در مورد کودکی که در گرفتن قاشق مشکل دارد یا بزرگسالی که بعد از آسیب درست راه رفتن نمی‌داند صحبت خواهیم داشت. ما امروز در این برنامه سهرا جان فتحی زاده اوکوپیشنال تراپ در مرکز گفتار درمانی و توانبخشی کابل برین با خود داریم. خوش آمدید سهرا جان. خوش باشید. سهرا جان، در اول اگر در مورد اوکوپیشنال تراپی برای ما معلومات بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. اوکوپیشنال تراپی چیست؟ اوکوپیشنال تراپی شاخه از علوم توانبخشی می باشد که برای افرادی که آسیب مغزی دیدین و یا هم بزرگسالان به خاطر مهارت‌های ظریف استفاده میشه. بله. از نظر شما کدام اطفال به اوکوپیشنال تراپی ضرورت دارند؟ زهرا جان، اطفالی که به اوکوپیشنال تراپی ضرورت دارن اطفال فلج مغزی یا CP می باشه، اوتیسم و همچنان داون سندروم و یا همچنان بزرگسالانی که آسیب دیدن، قسمی که قبلا گفتین شما آسیب دیدین و نمیتونن راه بگردن یا همچنان مشکلات دیگری دارن، همراه اینا اوکوپیشنال تراپی انجام میشه. بله دقیقاً. CP گفتید، CP دقیقاً چی هست؟ CP که یکی از اختلالات عصبی می باشه که غیر قابل پیش رونده است و همچنان در اثر آسیب مغز به وجود می آید. بله، دلایلش چی هست؟ میگیم در کل دلایل مختلف داره CP. یکی از دلایلش است که در دوران بارداری اگر بر جنین اکسیژن کافی نمیرسه، این باعث میشه که طفل همو مبتلا به CP یا هم فلج مغزی شوه و همو علل دوم یا دلیل دومش این می باشه زمانی که طفل به دنیا میاد در جریان زایمان اکسیژن کافی برش نمیرسه و یا همچنان دلیل سومش این می باشه که عفونت‌های دوره بارداری همچنان تاثیر باعثی میشه که طفل ما مصاب به CP یا هم فلج مغزی شوه و دلیل چهارمی که ما داریم همین زمانی که گفتیم طفل در بطن مادر می باشه، برای ازی همو اکسیژن کافی نمیرسه و همچنان یکی از دلایل دیگرشی می باشه بعد از ولادت، زمانی که طفل مبتلا به تب شدید میشه و یا همچنان همو تبش خیلی بالا میره و یا همچنان زردی شدید می داشته باشه، این باعث میشه که طفل به فلج مغزی یا همچنان CP مبتلا شه و قسمتی از مغز زمانی که صدمه میبینه اینجا که طفل آسیب مغزی میبینه و دچار CP میشه. بله، اینجا گفتیم که طفل ممکن هست قبل از تولد و همچنان بعد از تولد مصاب به CP شود. دقیقاً. آیا همین اختلالی که CP هست در قبل از تولد هم قابل تشخیص هست یا خیر؟ CP در کل قبل از تولد قابل تشخیص نمی باشه تا زمانی که طفل به دنیا نمیاد. ما مطمئن نمیشیم که جنین ما یا طفل ما همون مبتلا به CP است، چون CP چهره مشخص، علائم مشخص نداره، چهره طبیعی می داشته باشه. بله. بعد از تولد خانواده ها چگونه دریابند که طفلشان به همین اختلال روبرو هست یا CP هست؟ یکی از نشانه هایی که طفل ما CP می باشه زمانی که طفل به دنیا میه گریه نمیکنه، پس از این مادر میدونه که طفلش مبتلا به CP است و یا همچنان حرکات درست نداره، نمیتونه دست خود تکان بده یا پای خود تکان بده یا هم ما برش آمیانه میگیم چارقوه کرده نمیتونه که راه بره، پس مادر از اینجا متوجه میشه که طفلش مبتلا به CP است. بله. سهرا جان، در مرکز گفتار درمانی و توانبخشی کابل آیا از این نوع کودک ها هستند؟ بله، از این کودک ها را ما داریم که فعلا میان و تداوی خود نمیگیرن. با اینا چه نوع تمرینات شما انجام میده؟ ما با اینها نظر به همون درجه CP فرق میکنه. ما گفتیم CP چندین درجه داره، نظر به درجهش ما همراهشان حرکات انجام میدیم. درجه گفتین مثلا درجهش بالاتر هست، پایینتر هست یا متوسط، چگونه؟ 3 درجه داره، درجه بالاتر داره، پایینتر داره و متوسط داره که بعضی اینا هستن عضلاتشان خیلی سفت می باشه و بعضی ازشان هست که عضلاتشان خیلی شخ می باشن، یعنی شخی عضلات می داشته باشه. بله. چگونه خانواده ها دریابند که کودکشان در کدام درجه هستن؟ مثلا CP بلندتر دارن، متوسط یا پایینتر؟
این نظر به همون تشخیصی که زمانی که پیش دکتر مراجعه میکنن برشان میگه که طفلشان مبتلا به کدام درجه است، یعنی درجه سی پیش بلند است، پایین است و یا همچنین متوسط است. بله. شاید پیش همه شما سوال طرح شده باشه که آیا فرزند ما که مبتلا به سی پی هست در آینده میتونه زندگی مستقل تر داشته باشه یا خیر؟ زهرا جان، اطفال سی پی که هستن میتونن اگر بالای اینها توجه صورت بگیره تحت مراقبت دکتر قرار داشته باشن، امرایشان اوکوپیشنال تراپی صورت بگیره، کار درمانی صورت بگیره و همچنان گفتار درمانی صورت بگیره، اینها میتونن که زندگی مستقل و آزادی داشته باشن و حتی بتونن به مکتب برن و مثل همسنین خود درس بخونن. بله دوستان عزیز، قسمی که من در اول برنامه گفتم که ما امروز در موردی که یک طفلی که در گرفتن قاشق مشکل داره صحبت میکنیم. از نظر شما یک طفلی که در گرفتن قاشق مشکل داره با اونا شما چگونه تمرین انجام میدین؟ ما با اونا کارهای ظریف انجام میدیم و همون حرکاتی که اونا بتونن قاشق و یا همون قاشق پنجه‌ای که است او را گرفته بتونن و یا امروشون کار درمانی انجام میدیم و همچنان در پلی کار درمانی نه تنها اینا که میتونن غذا یا همون گرفتن قاشق را بلد شون، میتونن که بند بوت خود را باز کرده بتونن، لباس خود را پوشیده بتونن و بعضیشون هستن که حتی نشسته نمیتونن، بتونن بشینن و یا همچنان استاد شده نمیتونن، توانایی را گشتن ندارن، میتونن اینها بشینن و را بگردن. آیا اوکوپیشنال تراپی از نظر شما به خردسالان و بزرگسالان یکسان هست یا فرق داره؟ نه خیر، فرق میکنن. نظر به سنین مریض فرق میکنن. مثلا اگر یک فرد هست که یک آسیب دیده و توانایی را رفتن نداره، آیا با این نوع فرد اوکوپیشنال تراپی هم انجام میشه یا خیر؟ بله دقیقاً امرای اینا انجام میشه، چون اونا بتونن همو ولچر ما برش میگیم آیونه، اونا را ما همراهشون کار میکنیم تا بتونن با واسطه ولچر را بگردن و آهسته آهسته مستقل شون. بالا اینها هم اوکوپیشنال تراپی صورت میگیره. در مورد تمریناتشان بگوین، چی نوع تمرینات انجام میدین؟ ما با اینا تمرینات تقویتی و حرکتی انجام میدیم. گفتیم قبلا هم ذکر کردیم، گفتیم زمانی که نزد ما یک مریض مراجعه میکنه، نظر به مو درجیش و نظر به همو حالتی که داره، حرکات و تمرینات اینا فرق میکنه. بعضی مریض هستن که کلا باید همراهشون کارهای تقویتی انجام شوه و بعضی هستن که باید همراهشون کارهای حرکتی انجام شوه. بله، از نظر شما آیا همین تمرینات حرکتی را که شما با همین مراجعین انجام میتین بر گفتارشان هم تاثیر داره یا خیر؟ دقیقاً زمانی که نزد ما یک طفل سی پی مراجعه میکنه و یا هم نمیتونه در بخش اوکوپیشنال تراپی مراجعه میکنه، ما با اینا تمرینات مخصوص جوف و دهن است که انجام میدیم، حرکات است، اونا میتونن توسط همین حرکاتی که ما با اونا انجام میدیم آهسته آهسته بتونن جمله بسازن و کلمات تکرار کنن. جوف دهن گفتین، برای من جالب هست که شما چگونه تمرین انجام میدین؟ خب تمرینات اینا مختلف انجام میشه، اونا را ما میتونیم که نظری ببینیم. مثلا نمیشه که قسم مثلا خودتون همین اکنون انجام بدین؟ اوکی. به دوستان عزیز، ما به عنوان آخرین سوال از سهرا جان پیامشان به والدین میشنویم که در خانواده همچو اطفال دارن. بفرمایید. پیام به والدینی که اطفالشان مبتلا به سی پی، داون است، اوتیسم است، اگر شما علایم یا همین عوارضی را در طفلتان میبینین یا هم اگر کهنسال از مشکل داره، شما میتونین به نزدیکترین مرکز همو اوکوپیشنال تراپی مراجعه کنین و طفلتان رو به بهبود بره و مستقل شود. بله، تشکر از حضورتان و همچنان توضیحات علمی و مفیدتان. خواهش میکنم. تشکر از شما و از برنامه زیبا. انشاءالله شما در برنامه‌های بعدی هم خواهیم داشت. تشکر. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیمتان شد و ما دانستیم که سی پی یک اختلال خیلی مهم هست، اما با توجه ضرورت داره تا طفل بتونه در آینده زندگی مستقل تری داشته باشه. تا برنامه بعد که من باز هم در خدمت شما حاضر میشم، شما را به خداوند یکتا و لایصال میسپارم. یادتان نره صفحه ما را لایک بکنید، سابسکرایب بکنید و همچنان زنگوله را فشار دهید تا از برنامه های بعدی ما اطلاع حاصل بکنید.